سلام و درود خدمت شما. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. در این کلیپ می‌خوایم در مورد کسب درآمد دلاری به صورت آنلاین در حوزه ارزهای دیجیتال با هم صحبت بکنیم. یک نکته مهم که در مورد این کسب و کار وجود داره این که این کسب و کاریه که برای همه درآمد داره. 1 میلیارد تومان در هر ماه میتونید پول در بیارید. حتی اگر روزی 1 ساعت وقت بذارید یا روزی 10 ساعت وقت بذارید، بیکار باشید یا کارمند، بی علاقه باشید، بی استعداد، خجالتی، شما میتونید اینجا 1 میلیارد در ماه پول در بیارید. اما کسب و کار ما چیه؟ یه مقدمه داره. میگه هزاران سال پیش مبادله کالا به کالا بود تا اینکه پول اختراع شد. پول کاغذی متمرکزه. متمرکز یعنی چی؟ یعنی که در کنترل دولت و بانک‌ها و اداره مالیاته. حتی وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی متمرکزن. چرا؟ چون اطلاعات کاربران توی سرورهای مرکزی ذخیره‌اند و این اصلا به نفع کاربران نیست. سال 2008 سیستم غیر متمرکز به وجود اومد. امنیت این پروژه ها 100%. چرا؟ چون اطلاعات تو سرور ثابتی ذخیره نیست. اطلاعات به صورت بلاکچین تو کل اینترنت ذخیره است و در اختیار هیچ فرد یا سازمانی نیست. بلاکچین یک روش جدیدی است برای رمزنگاری. ارزهای دیجیتال بر مبنای بلاکچین به وجود اومدن و اطلاعات توی کل اینترنت پخشه. هر کاربر خودش میشه یه سرور. کاربر بیشتر میشه غیر متمرکزتر، میشه امنیت و ارزش بسیار بالاتر. بیت کوین سال 2008 به وجود اومد، اما تا سال 2024 20 میلیون برابر شد.